این روزا بحث در مورد دین و مذهب حسابی تو جامعه بالا گرفته. یه عده میگن دستورات دین باید قانون بشه و یه عده میگن تو طول تاریخ هر بلایی سر انسان اومده زیر سر همین دینه. عمده تنفر مردم از مذاهب به خاطر رفتار پیروان مذاهبه. اینکه یک نفر نماز میخونه، کلیسا میره، روزه میگیره، اما حق خوری هم میکنه، ظلم هم میکنه، دروغ هم میگه. مثلا یه کلیپی رو نگاه میکنی که توش یه آدم بیدین داره به یه حیوان بیپناه محبت میکنه و اون طرف یک آدم دیندار داره حیوان آزاری میکنه و زیر کلیپ نوشته انسانیت بهترین دین است. و مشکل دقیقاً از همینجا شروع میشه. خیلی‌ها فکر میکنن انسانیت میوه دینه. نه، انسانیت میوه عقله. انسانیت دین نیست، وظیفه است. خوب بودن، عادل بودن، صادق بودن وظیفه ماست. چون ما نعمتی به اسم عقل داریم که بقیه موجودات ازش بی بهرن و چون امکان اضافه تری داریم پس وظیفه سنگین تری هم رو دوشمون هست. خیلی از دیندارا فکر میکنن چون ظلم نمیکنن، چون رحم میکنن، چون دروغ نمیگن باید براشون کف زد. نه، انسانیت وظیفه است. اسمش روشه، انسانیت، یعنی مختص انسانه. مگه از انسان جز انسانیت و از حیوان جز حیوانیت انتظار میره؟ پس خوب بودن حکم عقله، ندین. و اگه هیچ پیغمبری برای بشر نمی اومد، بشر تا الان باید تمام این مفاهیم رو خودش میفهمید و رعایت میکرد. اینو بدون، دین مرتبه پس از انسانیته، نه قبل از انسانیت. انسانیت سقف دین نیست، کف دینه. اینو بدون، دین مرتبه پس از انسانیته، نه قبل از انسانیت. دین میگه اولین و ابتدایی ترین وظیفه تو اینه که آدم باشی، چون آدم خلق شدی. و وقتی که تمام قوانین انسانیت رو رعایت کردی و به یک انسان تمام معنا تبدیل شدی، اون موقع بیا من یک سری دستورات ویژه برات دارم که تو رو به مراتب خیلی متعالی تری نسبت به انسانیت میبره. دین نیومده تو رو انسان کنه. انسانسازی وظیفه ماست. دین اومده تو رو شبیه خدا کنه و برای شبیه خدا شدن لازمه که اول شبیه انسان شد. دین تو رو دعوت میکنه به دیدن پشت پرده عالم، به شناخت عالم غیب، به کشف حقیقت هستی، به راز خلقت، به عاشقی با پروردگار و گسترش تمام ابعاد وجودی انسان. اما همه اینها بعد از تحقق انسانیت امکان پذیره. انسانیت اولین پله از نردبان دینه و تا کسی پاشو روی این پله نگذاره امکان نداره بتونه پاشو رو پله های بعدی بگذاره. کسی که انسانیت رو در خودش زنده کرده شبیه یه بذر مستعده و دین آبیه که میتونه این بذر رو به یک درخت تنومند تبدیل کنه. اما انجام مناسک دینی بدون تحقق انسانیت مثل اینه که 50 سال روزی 5 بار آب به زمینی بدی که هیچ بذری توش نیست. کسی که دین داره اما انسانیت نداره سوار قطار شهربازیه، داره سر جای خودش میچرخه اما فکر میکنه داره به مقصد میرسه، فقط توهم رسیدن داره. کسی که انسانیت داره اما دین نداره سوار یه قطار واقعیه و با اون قطار میتونه هر جایی که رو زمین خواست بره. اما کسی که هم دین داره هم انسانیت پرواز داره. دین بدون انسانیت یه شوخی کودکان است. کما اینکه بارها و بارها در متون دینی دیدید که کسی که رحم ندارد ایمان ندارد، کسی که حیا ندارد ایمان ندارد، کسی که صبر ندارد ایمان ندارد. یه نکته خیلی خیلی مهم اینجاست و اون اینه که نباید تدین رو با ایمان اشتباه بگیری. خیلی ها دین دارن اما ایمان ندارن. شاید باورتون نشه اما تدین آدم خوب و خوبتر و آدم بد و بدتر میکنه. کسی که تا دیروز رحم داشت وقتی دیندار میشه رحمش از قبل بیشتر میشه و حتی دیگه پاشو روی مورچه هم نمیذاره. چرا؟ چون میگه این مخلوق معشوق منه. اما کسی که تا دیروز رحم نداشت وقتی دیندار میشه بی‌رحم‌تر میشه.
درست مثل داعشی ها که سر میبریدن و افتخار هم میکردن، چون این بار برای بیرحمی خودش پشتوانه و توجیه قوی هم پیدا کرده. شاید بگید چی میگی آقای تمسکی؟ مگه میشه دین آدم خوب و خوبتر و آدم بد و بدتر کنه؟ من نمیگم، خود خدا توی قرآن در مورد بزرگترین معجزه بزرگترین پیغمبرش اینو میگه و ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. این قرآن مایه شفا و رحمت برای مؤمنه. مؤمن کیه؟ کسی که امنه، کسی که تو میتونی کنارش خودت باشی بدون اینکه ترس از قضاوت داشته باشی. میگه این قرآن شفای دل مجروح مؤمنه. اما آیا شفای دل ظالم هم هست؟ میگه هرگز، ولا یزید الظالمین الا خسارا. این قرآن برای ظالم فقط مایه خسارته، نه هدایت. اگه میخوای بحث کامل بفهمی به این مثال دقت کن. وقتی یه سیب زمینی و یه تخم مرغ رو با هم تو ظرف آب جوش میندازی، آب جوش محتویات نرم داخل تخم مرغ رو سفت میکنه، اما محتویات سفت داخل سیب زمینی رو نرم میکنه. آدم خوب مثل سیب زمینیه، وقتی با دین مواجه میشه درونیاتش لطیفتر و نرمتر از قبل میشه. اما آدم بد مثل تخم مرغ در مواجهه با همون آب جوش درونیاتش و قلبش زمختر از قبل میشه. درست مثل داعشی ها که بعد از دین آوردنشون بی‌رحم‌تر شدن. جان کلام این که نماز و روزه و حج و زکات نیومده انسان بسازه، اومده انسان رو به معراج ببره. نماز آدم بد و خوب نمیکنه، آدم خوب و خوبتر میکنه. دنیا پر از آدمای خوب بی نماز و آدمای بد نماز خونه. روزی 17 بار تعظیم کردن جلوی پروردگار باعث نمیشه من عقده‌های روانیم، احساس حقارتم، تنگ نظریم و حسادتم شفا پیدا کنه. اونها مشاوره، مطالعه، کتاب، مبارزه با نفس و تمرین و اتاق درمان میخواد. ما تا حالا ندیدیم کسی که احساس خود کمبینی داره با نماز خوندن احساس کفایت کنه، یا یه آدم حسود با روزه گرفتن عزت نفس پیدا کنه. بحثم رو با یه داستان تکون دهنده اما واقعی جمع میکنم. داشتم یه روزی شرح حال یکی از عرفا رو میخوندم که یه آقای اومده بود پیشش و اصرار کرده بود که بگو چهره برزخی یا چهره ملکوتی من چه شکلیه. اون عارف گفته بود ناراحت نمیشی؟ گفته بود نه، من برای اصلاح خودم اومدم. گفته بود شبیه الاغ میمونی. اون شخص تشکر کرده بود و رفته بود 40 روز شبها نماز شب و روزها روزه گرفته بود و روی سجاده مشغول عبادت بود. بعد از 40 روز برگشت پیش این عارف و گفت بگو من چه شکلی شدم. اون عارف بهش گفته بود شبیه یک الاغ نورانی شدی. 1000 تا کتاب تو این جمله است. الاغ نورانی. دین اومده برای نورانی کردن، اما تا موقعی که آدم نشیم نورانی شدن به چه دردمون میخواد؟ کما این که امام حسین و بقیه اولیاء دین رو همین الاغ‌های نورانی به شهادت رسوندن. هیچ چیز تو دنیا خطرناکتر از دیندار شدن بدون آدم شدن نیست، چون همچین شخصی به خودش اجازه این رو میده که هر رفتار غیر انسانی رو از خودش نشون بده، مضافه بر این که احساس تقرب و معنویت هم میکنه. درست مثل کسی که با لگد تو پهلوی دختر مردم میزنه برای اینکه بهش تذکر حجاب بده. پس اول به خودم و به هر کسی که صدای منو میشنوه میگم که به قول سعدی آدمی را آدمیت لازم است. تا آدم نشیم دین به کار ما نخواهد.